متاسفانه امروز اکثر خوشتامنها چنین ظالم هستند. کهلینها را چشم دیدن ندارند. به سوی فرزندان میگویند که یا من اختیار که یا زند. روزی میشه که فرزند اختم دختر اختم و آب دیده به خانه می آید. ما را باور کرد و فرزند شما برای شما همچون کلیم بخشید، فرزند وی در راه نمانده بود. اصلا عادتا اکثر خوشتامنها کلین ها را نغز نمیبینند، بد میبینند. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، این لحظه میخواهم به سوال یکی از خواهرهای محترمه که از شوهر و از خوشتامنش شکایت کرده است، ان شاء الله رب العالمین که به سوال این خواهرمون جواب گردانیم. برادران بزرگوار من، یک خواهر از خواهرهای اسلامی ما از جانب خوشتامنش و از جانب شوهرش بسیار آزارها می دیده است، بسیار جبرها و ظلمها در حق این خواهر می شده است. این خواهر از ما بسیار التماس کرده اند که یک چیز برای خوشتامن وی و برای شوهر وی یک نصیحت داشته باشیم، چون که اصلا خوشتامن این کلین را نغز نمی دیده است و از روی مادر شده، شوهرش هم به سوی این همسرش، به سوی این خواهر اسلامی ما بسیار جبر و ظلم زیاده می کرده است. این خواهر محترمه ما صاحب 3 فرزند بوده، در طرف های این روسیه همراه خوشتامن و شوهرش زندگی می کردن. اکنون مادر محترمه که به این کلین خود اینقدر جبر و ظلم میکنی، این اصلا عادتا اکثر خوشتامنها کلین ها را نغز نمیبینند، بد میبینند. اگرچه اون کلین عیب و کمبودی هم نداشته باشه، در کار اونا چپ میقپن و اونا جبر و ظلم میکنند. مادر محترمه از خدا بترس، در این جبر و ظلم ناحقی که امروز در این بنده خدا، در این فرزند شخصیت جبر و ظلم میکنی، از خدا بترس. رب العالمین در حدیث قدسی میفرمایند که اینی حرمت ظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. رب العالمین میگه من ظلمکاری را به نفس خودم حرام گرداندم و برای شما هم حد بین شما هم ظلم کردن حرام گرداندم، برای شما هم حرام است بین هم دیگر ظلمکاری نداشته باشه. که مادر محترمه و برادری عزیزی که به این خلق خدا، به این بنده خدا، به فرزند خودتون شما چنان بیرحم و بی انصاف شده که جبر و ظلم میکنه، از این جبر و ظلم تو از خدا بترسه، چون که این ظلم کردن، جبر کردن در یک بنده خدا حکمش در شریعت حرام است و گناهش خیلی گناهی بزرگ است. در روایت جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفتند از ظلم و ظلمات و یوم القیامه، این ظلمکاری از تاریکی ها و مشقت ها و سختی های روز قیامت است. هر انسانی که امروز به یک خلق خدا، به یک بنده خدا ظلم میکنه، روز قیامت خود را سخت تاریک میگردونه. آیا فکر نمیکنی مادر محترمه که تو هم مادر هستی، روز میشه فرزندی تو هم در خانه کلین میشه و حتما این جبر و ظلمی که در حق فرزند انسان کرده، مردم کرده، این از فرزندت میبینی. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم کما تدین و تدان، چی نوعی که قرض دادی قرض میگیری. هر چیزی که در حق فرزندی مردم کردی اون از خودت میبینی. روز میشه که فرزند اختم دختر اختم به آب دیده به خانه می آید، از شوهر و خوشتامنش شکایت میکنه. از خدا بترس مادر محترمه. او شخصیتی که شما را باور کرد و فرزند شما برای شما همچون کلیم بخشید، فرزندی وی در راه نمانده بود. او شما را باور کرد، فرزندش همچون امانت الهی در شما گذارید. شما از خدا بترسید، به این خلق خدا، به این بنده خدا که فرزند شما میشه، همسری فرزندتون است. نخواه از خدا نترسید، این قدر جبر و ظلم کنید. متاسفانه امروز اکثر خوشتامنها چنین ظالم هستند. کهلین ها را چشم دیدن ندارند. به سوی فرزندان میگویند که یا من اختیار که یا زند. حالا که بیچاره کهلین عیبی نداره، کمبودی نداره. مادرهای محترمه از خدا بترسید، ظلم نکنید بنده های خدا. رب العالمین در حدیث قدسی گفته قسم به عزت و جلالم که یک روزه نه یک روزه مظلوم در تار سر ظالم غالب میگردم، اگرچه بعد از این دنیا باشه. از خدا بترسید مادر محترمه.
این جهان کوه از فعل ما ندا، باز آید سوی ما عکسی صدا. هر چیزی که ما کردیم او باز به سوی ما را گشته کردیم، هر چیزی ما کردیم او باز گشته به سوی ما می آید. هر چیزی در حق فرزندای مردم کردیم از خود ما نمیبینیم. به این خاطر از خدا بترسید. این خلق خدا در بنده خدا جبر نداشته باشه. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شبی دیگر نمی سوزد. این ظلم کاری شما همیشه نمی روه. لحظه می شود که الله رب العالمین او شکایت و آه و نالش و گریه و ناله او کلین شما را می شنوه. در یگان بلای خدا شما را مبتلا و گرفتار میکنه. مادر نخواه که انسان به یک شخصیتی مظلومه بیچاره که در این غریبی آوردش و غیر شما دیگر کس نداره، فقط باید طعنه کنه، باید ظلم کنه، جبر کنه، منت کنه، سخنهای قبیح بگه و بیچاره کجا روه؟ با کی شکایت کنه؟ از خدا ترس مادر محترم نسبت به کلین که فرزند شما میشوه چنین جبر و ظلم نداشته باشه. و برادری عزیزی که از روی مادر شده همسر خود را، رفیق حیات خود را، مادر فرزندای خود را، آباد کننده خانه خود را، محرم راز خود را اینقدر جبر و ظلم میکنی، از خدا بترس. تا هم اگرچه مادر است، البته مادر در حق در حد و صورت و حالت اطاعت میکنی که در معصیت خدا نباشه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جناب پیامبر گفتن مخلوق در معصیت و نافرمانبرداری پروردگار اطاعت نمیکنی. یعنی پدرتم باشه، مادرتم باشه، وقتی امری به گناهت میکنه، امر میکنه که این همسرت جبر کو، ظلم کو و ضرب لط کو، سر بدنش سیاه کن، در این صورت باید مادر اطاعت نکنی. بگو مادر جان این همسری من است، آیا تو میخواستی که پدرم تو را ضرب لط کنه، سر بدنت سیاه کنه؟ یا اینکه میخواستی همراهی پدرم خوشبختانه، خوشحالانه، یعنی به شادی و خرسندی زندگی داشته باشی؟ به این خاطر برادری عزیز از روی مادر شده اینقدر به همسری خود جبر و ظلم نکن. از خدا بترس. رب العالمین ما را در قرآن امر کرده است مردها را که میفرمایند که و عاشرهن بالمعروف. ای مردها شما همراهی این زنها و همسرها تو به خوشی ها، به خوبی ها، به مهر و محبت، به الفت و شفقت زندگی کنه. دلسوزی دو و دوست بدار و رفیق حیات تو است. پدر و مادر، اهل و بیت همه را پس سر کرده، همه را پرتافته، تو را اختیار کرده است. باید با او خوش معامله باشی، خوش مناسبت باشی، باید دوست داری. از خدا ترسیدن در کار در حقی، یعنی این بنده های خدا. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایتی که هم بخاری هم مسلم روایت کردن میفرمایند که استوصوا بالنساء خیرا. در شما نسبت به همسرها تو چقدر نیکوکار باشه. جناب پیامبر یعنی وصیت کردن، نصیحت کردن ما مردا را که نسبت به همسرها تو چقدر خوش معامله و خوش مناسبت باشه و اینها را دوست داره و اینها را احترام کنه، حق اونها را بجا و در بالای شما حق داره، حقش ادا کنه. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتند حق شما مهر و محبت است، فقط یک لحظه شب شهوت خالی کردن نیست. و باید احترام کنی و دوست داری. ما اکرمهن الا کریم و ما اهانهن الا لئیم. جناب پیامبر در روایت گفتن که یعنی اکرام نمیکنه، قدر حق زن نمیدونه مگر انسان خودش به احترام باشه، خودش انسانی بد و پس باشه. و اهانت و یعنی سخنهای قبیح و بد نمیگویه همسر مگر انسانی که خودش که بد باشه. یعنی باید انسان احترام داشته باشه، دوست داره همسرش، سخنهای قبیح و بد نگویه، ضرب و لط نکنه. وای بیچاره هم دلش خنک میشه از زندگی و از دنیا. در روایت دیگر که این حدیث ترمذی روایت کردن از حضرت عایشه مادرمون رضی الله تعالی عنها میفرمایند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. تن بهترین شما همون شخصیتی است که به اهلش بهتر باشه، به اهلش خوش مناسبت، خوش معامله باشه، خوش رفتار باشه، که همسرش باید دوست داره.
من که بهترین شما هستم. جناب پیامبر گفتن به اهلم چقدر خوب هستم، چقدر خوش مناسبت، خوش معامله هستم. چقدر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم همراه ازواج مطهرات، همراه همسرهاش مناسبت و معامله خوب داشتند. چقدر اونها را دوست می داشتند. حتی بار پرسیدن از جناب پیغمبر که یا رسول الله از همه زیادتر از هستی دنیا چه چیز دوست می داری؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند حببت الی من الدنیا المرأة و الطیب. از همه زیادتر از دنیا من همسرم و خوشبویی را دوست می دارم. یعنی جناب پیغمبر ما را تعلیم دادن که من همسر رفیق حیات ما دوست می دارم. همیشه عایشه مادر ما روایت میکنه که از حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنهما همیشه جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یاد میکردن. اگرچه از دنیا هم گذشته بود، خدیجه همیشه از خدیجه یاد میکرد، از همسرش یاد میکرد، به نیکی و یاد میکرد. ما از کی رنگ بو گرفتیم؟ به همین خاطر خواهر برادر بزرگوار نسبت به این خواهر اسلامی جبر و ظلم نداشته باش. جناب پیغمبر گفتن بهترین شما همون انسانی است که به اهل خودش بهتر باشه. نیکی و خوبی، جوانمردی تا، همت بلندی تا، مهر و محبت و دوستداری تا، خوش اخلاقی تا در همسر خودت نشان بده، نه اینکه در غیری ها. همه خوبی ها تا در رفیق حیاتت کن. نخواه که اینقدر انسان به زن خودش جبر و ظلم کنه که وای صاحب 3 فرزند بوده. از شما 3 فرزند کرده است، همه را اهل بیت ترک کرده، شما را اختیار کرده همراه شما زندگی داره. اینقدر غم و رنج غریبی براش بسنده نیست با از بالاش شما همراه مادر تو جبر و ظلم کنه. از خدا بترسید برادر عزیز بزرگوار.